شبی پرستاره، مردم گرد آتش جمع شدند. گرما و شادی در دل همه. هوشنگ دست به آسمان برد و از یزدان برای این نعمت سپاس گفت. پسر جوان با کنجکاوی به شعله‌ها می‌نگریست و راز آن را می‌جست. بزرگان با ساز نوای شب را همراه رقص آتش زنده می‌کردند. کودکان و جوانان با شادی و آواز دور آتش می‌چرخیدند. جمعیت با شور گرمای آتش و نزدیکی دلها را حس می‌کردند. هوشنگ می‌دانست این آتش آینده قبیله را دگرگون خواهد کرد. این آتش برای زندگی است، نه جنگ. پسرک جرقه‌ای کوچک را چون گنجی در ظرفی سفالی حفظ می‌کرد. هوشنگ با وقار بر تخت نشست، بی‌غرور و پر از محبت. همان شب مردم نام این شادی بزرگ را جشن سده گذاشتند. از آن روز به بعد هر سال در همین روز همه گرد آتش جمع می‌شدند. کودکان با خنده و بازی شادی جشن سده را دوچندان می‌کردند. آتش بزرگی برافروخته می‌شد، نماد روشنایی و امید. این جشن یاد ما می‌آورد که با هم می‌توانیم تاریکی را شکست دهیم. جشن سده یادگار ایرانیان کهن است، جشنی برای گرامی داشته آتش و پیروزی بر تاریکی.